علی آقا بله. میگم آدم زن بگیره چجوری باید بچه دارشه؟ پس تو از جلو ما بزنی. از جلو باید بزنی؟ آره از جلو باید بزنی. بچه چیه باید بزنی؟ خایه میخواد بزنی چیه بزنی؟ خایه. خایه؟ آره بزنی جلوش. خایه چی؟ مثل چی میمونه خایه؟ مثل چوب هست بلنده. مثل چوب بلنده. آره بلنده کلفته. کلفته. میرم بچه تا میشه. کجا میزنی اون وقت؟ اینجاش جلوش. جلوی چی میزنی؟ کسی هست کسی داره دیدی باز هست. نه نیدم. من دو بار دیدی؟ مال کیه دیدی؟ دختر اینجا اومده تو در قریبه بود با پسر قریبه بود. دادا من اون نگاه کردم دوستش نگاه کردم زره توش اصلا آبش رفته توش. لخ بودن؟ تو باغ؟ تو باغ مردم؟ من دیدن باغ مردم میخواد چی میخونی؟ من دیدن فرار کردن. باغ مردم چی کنی؟ باغ مردم میخواد چی کنی؟ من دیدم فرار کردن اما دختر بود. خوشگل بود. تو دیدی پروپاچاشو جایش اونجاشو دیدی؟ آره دیدمش. لخ بود دیدی؟ چه شکلی بود؟ دختره قد بلند بود. کسش چجوری بود؟ سفید بود کسش. الان خودت تا الان کسی زدی یا نه؟ نه تازه زن ندادم. تا الان نکردی کسی؟ تازه کسی نکردم. هر موقع فعلا زن بگیرم بکنم. نه زن نگی تو فعلا زن بگیریم میکنی راه برو هر شب میزنی دیگه؟ هر شب خوبه. هر شب بزنین خیلی خوبه ثواب داره. هر شب بزنمش. حال میده نه؟ جغ میزنی یا نه؟ جغ یور میزنی یور نمیزنم. بعضی وقت جغ میزنی. بعضی وقت جغ میزنم. نگاه کن اینجا رو نگاه کن. بعضی وقت جغ میزنی. خب پس زن بگیری اون چوب کلفتتو میکنی تو کسش. از کونم میکنی یا نه؟ فقط کس. از کون نمیزنی؟ نه نمیره. پس اینجوری. پس روش علی آقا روش بچه دار شدن به ما یاد داد. آفرین. خوبه یاد گرفتی؟ الان آره من میرم این فیلمو نگاه میکنم یه سره برای خودم یاد میگیرم دیگه. بگو علی آقا این من گفته یاد داد. علی آقا من یاد داد. علی آقا بگو علی آقا من یاد داد. برای علی آقا من یاد داد این دیگه. اینم تا الان گایدن خرم دیدی؟ یعنی بچه دار هست. بچه دار کیر داره یا خواهیه؟ این پستان داره الا بشره الا ماته پستان دارن نرکی خواهی دارن فرق منه الا بالا. نرکی خواهیه داره. ماته پستان دارن فرق منه الا بالا. الان مال تو چقدر خواهیه؟ مال من خوابیده. مال من بلند میشه تاپ میکنه بلند میشه. تاپ میخوره؟ انا خوابیده.